پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و قرقیزستان در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم صدیر ژاپارов مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپارов با اظهارات مشترک میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان امضا گذاشتند. همچنین سندهای زیرین با امضا رسید. سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به تدبیرهای باوری. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان اوید به تأسیس شورای بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان، اوید به همکاری در ساحه گیودزیا، خریطه سازی، زمین سازی، کاداستر، به قیدگیری مال و ملک غیر منقول و مشاهده فاصلوی زمین. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان اوید به همکاری در ساحه استانداردیزاسیا، مترولوژیا، بهادهی مطابقت محصولات و اکریدیتاسیا. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان اوید به همکاری در ساحه سیاحی. یادداشت تفاهم میان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت، حفظ اجتماعی و مهاجرت جمهوری قرقیزستان اوید به همکاری در ساحه اجتماعی. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه خدمت دولتی میان اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی اوید به خدمت دولتی و خود اداره کنی محلی نزد دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان. برنامه همکاری میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری قرقیزستان برای سالهای 2026-2027. نقشه چاره‌بینی‌ها میان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان اوید به همکاری در ساحه صنعت برای دوره سالهای 2025-2026. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه حفظ محیط زیست و رشد استوار بین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ذخیره‌های طبیعی، اکولوژی و نظارت تکنیکی جمهوری قرقیزستان. یادداشت تفاهم همکاری میان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کورپوراسیون ملی رادیوشنوایی جمهوری قرقیزستان. یادداشت تفاهم میان اکادمیای علم‌های کشاورزی تاجیکستان و انستیتوت علمی و تحقیقاتی زراعتکاری نزد وزارت ذخیره‌های آب، کشاورزی و کارکرد صنعت جمهوری قرقیزستان. سازشنامه اوید به تأسیس شورای کاری میان پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالاتای سودا و صنعت جمهوری قرقیزستان.